و یهودیان میگویند مسیحیان بر حق نیستند و مسیحیان میگویند یهودیان بر حق نیستند، حالان که آنها کتاب خدا را میخوانند و آگاهند. حتی در این میان آنهایی که سوادی ندارند چیزی شبیه حرف آنها را تکرار میکنند. بدون شک خداوند بزرگ در روز قیامت در مورد آنچه اختلاف میکنند قضاوت خواهد کرد. و کیست ظالمتر از آن که بر مساجد خدا سلطه یافت تا نگذارد نام خدا در آن یاد شود و در ناآبادی آنها کوشید؟ پس ورود آنها به مساجد خدا جایز نیست مگر آنکه بیمناک و ترسان وارد شوند. بیشک برای آنان در دنیا خواری و ذلت است و در آخرت عذابی بزرگ. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر طرف رو کنید رو سوی خدا کرده اید. خداوند همه جا حضور دارد و بسیار آگاه است. و عده‌ای گفتند خداوند فرزندی اختیار کرده است. دور باد ناپاکی و نقص از او، زیرا آنچه که در زمین و آسمان هاست از آن اوست و همه ریزخوار نعمت اویند و فرمان بردار. به وجود آورنده بی همتای زمین و آسمان هاست و هنگامی که اراده بر کاری کند فقط میگوید باش و بیدرنگ خواهد بود. سبوح قدوس سبوح قدوس. و بی سوادان ناآگاه میگویند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید و چرا معجزه‌ای بر ما نمایان نمیشود. این همان سخنی است که پیشینیانشان نیز میگفتند. قلبها و قوای مدرکه آنها شبیه هم است، در حالی که ما برای اهل یقین و باور چنان آیات و نشانهای روشنی خلق کردیم که جای هیچ شکی نمیماند. ما تو را به حق به پیامبری مبعوث کردیم تا هم بشارت دهنده باشی و هم بیم دهنده و تو هرگز مسئول دوزخیان نیستی.